راستش را بخواهی هیچ کس فکرش را هم نمی کرد که یک روز گوگوش بی صدا بشه. اونم نه به خواسته دلی خودش، بلکه به خاطر یه بیماری بی‌رحم که آرام آرام صدای این خواننده خوش صدا رو خاموش کنه. در مصاحبه اخیر گوگوش در لس آنجلس درباره رونمایی از کتاب زندگی نامه‌اش با عنوان گوگوش صدای گناه آلود نشان دهنده تشدید علائم بیماری اوست که در حرکات و ظاهر وی مشهود است. ولی چی شد و چه اتفاقی افتاد که یک دفعه تصمیم گرفت کنار بکشه؟ واقعاً چه دردی رو پشت لبخندهاش پنهان کرده و چرا از رفتن به روی صحنه کناره گیری کرده؟ زنی که 60 سال روی صحنه بوده و صحنه جزئی از وجودش شده بوده و اما چه اتفاقی برای این اسطوره پاپ ایرانی افتاده؟ در ادامه به این میپردازیم. اگر میخواهید روایت صریح از زندگی شخصی و بحرانهای این خواننده معروف بدانید تا آخر ویدیو همراه ما باشید. حدود 1 سال پیش بود که خبر تلخ و ناراحت کننده درباره بیماری گوگوش خواننده عزیزمان در فضای مجازی پخش شد. در جدیدترین گفتگو یکی از نزدیکان گوگوش اعلام کرده که گوگوش به بیماری پارکینسون حنجره مبتلا است. این بیماری بعد از آلزایمر دومین بیماری شایع تخریب کننده سلولهای عصبی به شمار می رود و الان به مرحله‌ای رسیده است که تأثیر عمیق بر جسم و تارهای صوتی گوگوش گذاشته است. در صورتی که خود بانو گوگوش روی صحنه بیان کرده که بیماریش پارکینسون نیست، اما نشانه‌های ظاهری، لرزش صدا و حرکات بدنی از جمله لرزش دست و پا حکایت از مبارزه سخت با این بیماری بی‌رحم را دارد. از اولین نشانه‌های این بیماری لرزش صدا و لرزش صورت و دست و پا هستند. در مراحل اولیه این بیماری لرزش‌ها خفیف و محدود به یک سمت از بدن می‌باشد. اما با گذشت زمان این علائم شدت می‌گیرد. این مسیری است که گوگوش در آن قدم برداشت. سال گذشته گوگوش از وضعیت بیماریش و گفتگو با پزشکان خبر داد. ویدیویی که در فضای مجازی وایرال شد سر و صدای زیادی پیدا کرد. نشان از شجاعت این بانوی قدرتمند در مواجهه با بیماریش بود. در همان زمان رسما اعلام کرد که می‌خواهد تور خداحافظی برگزار کند و سفری برای آخرین بار به تمام کشورهای جهان برای دیدار با هوادارانش برگزار کرد. صاعقه آتشین، مشهور شده با نام هنری گوگوش، در 15 اردیبهشت سال 1329 در تهران چشم به دنیا گشود. او نه تنها یک خواننده معروف بلکه نماد از فرهنگ و هنر ایرانی است. از او به عنوان شاهماهی موسیقی ایران یاد می‌شود. در دهه 30 تا 50 خورشیدی در سینمای ایران درخشید و تبدیل به یک ستاره شد. بانو گوگوش با فیلم بیتا در سال 1351 به اوج شهرت خود رسید و جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره سپاس را گرفت و تبدیل به یکی از ستارگان سینمای ایران شد. سبک پوشش و مدل موی این بانو به مدل خاصی برای دختران ایرانی تبدیل شد و در سال 57 با شروع انقلاب گوگوش ایران را ترک کرد و به آمریکا رفت، ولی خیلی زود به ایران بازگشت. به مدت 21 سال به خاطر محدودیت‌های خوانندگی برای زنان در ایران از عرصه خوانندگی به دور بود و در سال 1379 با خروج از ایران دوباره به صحنه پرقدرت بازگشت و از آنجا خوانندگی را دوباره شروع کرد. پس از 21 سال سکوت برای اولین بار در ملأ عام و دور از وطن خود با برگزاری بیش از 27 کنسرت در سراسر اروپا و آمریکا موجی از خوشحالی و شوق را برای هواداران خود ایجاد کرد. بعد از متن خداحافظی گوگوش از صحنه‌ها خیلی از هواداران او ناراحت شدند. این بانو در گفته‌هایش این را بیان کرده که این آخرین فصل از زندگی من بر روی صحنه است. صحنه‌ای که 60 سال در آن قلبم را با شما عزیزان تقسیم کردم و در نگاه شما من خودم را پیدا کردم.
بانو گوگوش اعلام کرده این تصمیم سخت و اما ناگزیر است. سالها با صدایم برای شما عزیزان خواندم و شما عزیزان همواره در کنارم بودیم. بیاییم برای آخرین بار ترانه‌هایی بخوانیم که بخشی از وجود ایران هستند و برای شما عزیزان با شوق و اشتیاق می‌خوانم، حتی با اینکه به نسبت از نبود من نگران هستید. ممنون میشم از شما عزیزان که یک جمله در بخش کامنت ها برای این بانوی بزرگ بنویسید.